الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. برادران و خواهران عزیز، به اولین درس آموزش قرآن کریم خوش آمدید. بنده قاری عتیق الله هستم. در این مجموعه از پایه و ساده ترین روش برای خواندن صحیح و درست قرآن کریم را با هم یاد میگیریم. اگر تا حالا نتوانستید قرآن کریم را درست یاد بگیرید، یا می خواهید اطفالتان قرآن کریم را یاد بگیرند و یا می خواهید تلفظ و یا تلاوت خود را درست نمایید، پس این دوره برای شماست. قبل از این که درس را آغاز نماییم، کانال ما را سابسکرایب نمایید، زنگوله را فشار دهید تا درس های بعدی را از دست ندهید. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروز ما و شما با 5 حرف الفبای عربی آشنا میشیم که عبارت از الف، 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 با، 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 تا، 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 ثا، 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 جیم، 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 الف، با، تا، ثا، جیم، الف، با، تا، ثا، جیم، الف، با، تا، ثا، جیم. بسیار خوب دوستان عزیز، تا درس بعد هر یک از این حروف را 10 بار با خود تکرار کنید تا با تلفظ آن عادت نمایید و در درس بعد انشاءالله حروف ح، خا، دال، ذال و را میخوانید. از همراهیتان سپاسگزارم. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، کانال ما را سابسکرایب نمایید، ویدیو را لایک کنید و با خانواده و دوستانتان به اشتراک بگذارید.